اینها با اسلام و با مسلمانان دشمنی دارن، کفار رو میگذارن، مسلمان ها رو میکشن. کفار رو کاری ندارن، اهل ایمانشون در هر کشور ببینید این کارو کردن. مثلا در عراق بعد از اینکه مقاومت اهل سنت در مقابل آمریکایی‌ها به اوج رسیده بود، سر کله اینها پیدا شد. کیا رو کشتن؟ علمای اهل سنت رو کشتن. عوام شیعه رو اومدن قتل عام کردن و سبب شدن که شیعیان متحد بشن و بیان بر علیه اهل سنت و همه شهرهای اهل سنت رو به خاک و خون بکشن. همینایی بودن که بزرگان مجاهدین و انسانهای واقعی و مسلمان و مجاهدین واقعی رو میکشتن، بنا این مرتد است. در سوریه هم این کارو کردن. بزرگان مجاهدین اهل سنت رو میومدن مراکز اینها رو، کنفرانس های اینها رو، جایی که محل تجمعات اینها رو بمبگذاری میکردن، اینا رو از بین میبردن. اما با حکومت ایران که کاری نداشتن، با آمریکایی‌ها کاری نداشتن. روزی دیدید که یکی از این داعشی ها مثلا بلند شده باشه با حکومت مثلا بشار الاسد جنگیده باشه؟ همه جنگ ها اینو با مسلمان ها بوده. یک کلیپ بیارن که داعش انسان‌های بیگناه، زن و بچه مردم رو کشته باشه، کودکان مردم رو کشته باشه. اینایی که کشتن، سر بریدن، گردن زدن، هر کاری کردن، همون نیروهای شبه نظامی شیعی بودن که باهاشون درگیر بودن. ما همه هستیم لشکری خلافت، ما همه هستیم لشکری خلافت. اگر اهل سنت کاری رو انجام دادن، اگر انتقام گرفتن از جنایاتی که علیهشون انجام داده شده، اینا سرسراتون در برو مناظره بکن. بابا جان این در چی سطحیه که مناظره بکنه؟ والله متعال قسم که من این را در اون سطح نمیدانم که حتی سر یک سفره با او بنشینم، 4 کلمه حرف با او بزنم. اولین مناظره من و تو هم چی خواهد بود؟ به شرطی که این دو شرط اول مد نظر گرفته باشه. مجهولیت تو بیرون بشه، حداقل من بدانم سطح سواد تو چیست، در کجا درس خوندی و چی خوندی. اینقدر سر و صدا میکنی، یعنی فکر نکن با این سر و صدا میتونی سر ما کلا بکنی. بی سوادی، یک کذابی، یک خیانتکاری، یعنی در علم خیانت میکنی، خیانت علمی تو به اوج رسیده، دروغ میگی. یک درس فراموش ناشدنی برایت خواهم داد که به تمام پیروانت و به 7 نسل تو باید یادشون باشه که چطور تو آدم کذابی هستی و خیانت علمی میکنی. متوجه شدی؟ ولی به شرط این که بیایی تو از حالت مجهولیت بیرون بشی. اینقدر سر و صدا میکنی، حداقل بگذار که 4 کلمه بگم برات. از سطح مجهولیت خارج بشی، من بدانم که سطح سواد تو چیه. این یک. ثانیاً بی ادب نباشی. اولین گفتگوی من و تو در اینه که جماعت دوله بر حق یا بر باطل. اینها مجاهد هستن یا نیستن؟ اینه که جماعت دوله بر حق یا بر باطل. اینها مجاهد هستن یا نیستن؟ درسته؟ بیا روی این قضیه انشاءالله با هم صحبت کنیم. جناب آقای ایمان سلام بر شما، بفرمایید. درود، صدای من هستش؟ بله 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 صدایتان هست جناب ایمان. چطوری استاد جان؟ من انقدر شما رو دوست دارم، مخاطبینتون رو دوست دارم و اینکه داره شکر این دوستی بین ما هستش. من واقعا همیشه توی دعای ما هستید، همیشه توی دعای ما هستید. خداوند شما رو هم بده این فیض نجاتی که به رایگان این فیض در اختیار تمام انسان ها قرار داده شده. دعا میکنم که فقط گول شیطان رو نخورید. فکر نکنید که مذهب و اعمال. خیلی خوب، مشکلی نیست. ما به هر حال تشکر از شما. ما میخوایم. خیلی تشکر جناب آقای ایمان عزیز، من منتظرتان هستم. تشکر از شما. پیرامون تناقضات کتاب مقدس یا هر بحثی که شما تعیین کنید مشکلی نیست. سلامت باشید، خدا بهتون برکت بده. خدا نگهدارتون باشه. خود مرسی که آوردید بالا.
سلامت باشید. ما در خدمت شما هستیم آقای ایمان عزیز. ارمغی که دلتان میخواد بیایید و عزیزانی که مسیحی هستید روزی را خو نمیبره که بیا که مناظره کنیم، اینا سعی کنیم که چی میگه. بیا در یک برنامه لایف برای تو وقت میدم، 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت هر مقداری که خواسته باشی. 3 شرط داره. 3 شرط. اینا رو میگم من 3 شرط ما دارم. اوله کودن اگه توی قشاو که مناظره را داری شرط چیست؟ خب ما هم میاییم تو هم میایی، تو گپ خودت ما گپ خودت، شرط شکی کشیده. سعی کنیم که 3 شرط از ایواز چیز. با ادب باشی، بی ادبی نکنی. دوم یک صفحه قرآن کریم حداقل پیش من تلاوت کن بفهم که تو از قرآن چیزی میفهمی. شرط اخیر من این بود که آقای عیاض تو کافری. هر وقتی که آمدی مسلمان بودن خود را به من ثابت ساختی، بعدا من در هر موردی خواسته باشی با تو صحبت میکنم. من میگم تو کافری و این را با دلیل ثابت میکنم. تو یک بار بیا از قرآن کریم ثابت میکنم که تو کافری. مناظره از این آدم کثیف غوله این مثل عزیز که عبدالرحمن فاتح مرا میگه بیا که تو کشتی میگیرم، برای اینکه سال شفا میدنش. ما میگم خب یا کشتی میگیریم، میگم ما 3 شرط دارم. بسیار خوب. 3 شرط. اولی که دست راست و پای چپت شاخ کت ریسمان وابسته میکنم، هیچ رقم کشتی است. خب یا بسته کن. شرط دومی است که استاده نمیتونی باشی. هیچ رقم شرط که هم دست و پای وابسته میکنی، بازم میگی استاده نمیتونی، باید که بشینی در جای. خب شرط سوم است که یک کارت میگیرم علالت میکنم، بعد از اون موت خوشتی می یا ربی و یک چیز دیگه شیخ عبدالله ابن عباس وقتی که با خوارج مناظره میکرد از اونا درخواست دیپلم نکرد یا نگفت شما کجا تحصیل کردین. بله بارک الله فیک. اینها درخواست دیپلم بکنن، قسم به الله ما دیپلم را میتونیم الان در نزدم دیپلم که وجود دارد میارم اینجا در پخش مستقیم شیخ ابو عمر حفظه الله میتونم به شما نشان بدم، لیکن اونجا اسم تاجیکی، اسم پدر که تاجیکی به طریق روسی که نوشته شده در زیر کمونیست که 7 سال بودیم اوفی که وجود دارد، اینا میگن این تو نیست. در دیپلمی بگویم شهادتی تحصیل فارغ التحصیل وقتی که از مدینه منوره میشوید به شما رسم شما رو بر بالای دیپلم نمیزنند و بالاخره اگر دیپلم آوردیم این کار میکنه. رسمم رو ایشون دادم، شاید اینها نقص بگیرن به چشم من یا که به سری موی من که موی ریخته است یا که به ریش من که ریشم نیست یا که کم است یا که بگن که دندان تو یک کش کم است و است. بالاخره مقصدی اونها فقط با همین وسیله ما را به چشم مردم عامه بد نشان دادن است، زیرا که مردم عامه عادتا به مسائل علمی از نظر علم نظر نمی کنند، از نظر مسائل غیر علمی که نظر میکنند به اونها این فریفته می شود. ما هم میتوانیم بکنیم، لیکن این منهج اهل سنت است. این یک شرمندگی است و بالاخره عاقبت این کار بد است که الله خودش گفته است که عاقبت این بد است. و ما میگوییم که الحمدلله بسیار برادران افغان بودند که همراه اینها ما دوستی داشتیم در مدینه منوره و بسیار برادرهای تاجیک هستند که ما را میدانند و میتوانند که از همون منطقه من هستند. همه منطقه‌ای که من اونجا تاجیکستان زندگی میکنم از من با خبر هستند که من کی هستم و بالاخره در کجا تعلیم و چقدر تعلیم دارم. اما این همه متهمی است. اما بالاخره منهج اهل سنت در جماعت همین است که یک کسی به نزد من بیاید، من ابو محمد مدنی، یا که به نزد شیخ ابو عمر حفظه الله بیاید و بگوید که من یک مسلمان هستم، انسان هستم. خیر اگر بیاید جن باشد هم به زبان انسانی سخن بکند، جن حتی بیاید به زبان انسانی سخن بکند و به من سوال بدهد و به من بحث و مناظره در مسائل اصول دین بکند، به من واجب است که جواب او را بدهم یا که باطل بودن را به گردنم بگیر. حتی همین است. این نیست که چهره واقعیت تو از کجای تاریخ چیست، کی تولد شدی و در کجا هستید، به کدام دولت ها رفتی، قدرت درازیت چقدر است، تو افضل چند این ببین درجه دارد و غیر. این همه از کلمه های یک جهلای اطفال هستند که این نشان دهنده است که از بحث علمی میگریزند. خیر این بیچاره در نزد کی تعلیم میگیرند؟ یگانه راه گریز این است. دیگر چگونه بگریزند؟ راه دوم نمود گریختن همین است که ما دست و پا رو برداشتیم و ما میگریزیم بگویند. این رو گفته نمیشود و بالاخره با همین راه میگریزند که این معروف است و مشهور است و
سبب این است که در نزد علمای اهل سنت و الجماعت تعلیم نگرفتند، علما را ندیدند، منهج را ندیدند، اینها خودآموز هستند. از همین جد علما میگن که خودآموز عاقبتش گمراهی است. به منهج علما سرخی خم نکرد، العلم قال الله و قال الرسول و قال الصحابه که نگفت، عاقبتش همین است. بارک الله فیک. دوستان، بعد از این هر برادری که در مقابل از این انسان فاسق، فاجر، دروغگو، تا که از این صحبتش بر نگرده، تا که در شبکات مجازی توبه نکنه و حرفی که زده پس دوباره نگیره، ما تا به روز قیامت ردش اعلان میکنیم، چون که یک تهمت ناحق در حق برادر ما کرد. اگر واقعا حق می بود، حق را میگفت، دل ما درد نمیکرد. یک کسی که مجهول الهویت، ما چم از کجا، یک دیسکو، یک بیدین بیدیانت میای حرف از او قابل حجت میشه، و یک شخصی که تمام امورات خدا صرف دین کرده و از کتاب الله و سنت رسول الله گپ میزنه، بر از او حجت نیست و تمسخر هم میکنه. و همین ویدیو کوتاهی که تقریبا چند ثانیه میشه، سبحان الله، درباره از شیخ تهمت ببنده که تو آلبانی را تکفیر کردی، ابن عثیمین تکفیر کردی، ابن باز تو تکفیر کرده. مگر ویدیو دوباره بر او کور، مگر تو میره نشنیدی که شیخ میجا ابو محمد باز میگه نامش چیست؟ نامش را خوب میدانی، یک ماه که سلسله دوام داره، بازم مسخن میکنی. تا یه وقت من جدی نمیرفتم، قبول کنی امی لایف ما دیدم، بسیار سری ذهنم خیلی تاثیر کرد. سبحان الله، از این تو انسان ها ما میریم لایف های اونا رو از اینا چیز یاد میگیریم. از اینا ما بری هستیم، بیزار هستیم، بغض داریم، کینه داریم، برادر ما نیست، در صف ما نیست، تا به روز قیامت بری هستیم. اعلان ابو عمر صلاح الدین نیست. از این بابت اعلان ابو عمر صلاح الدین نیست. به این متوجه باشین که به این فتاوای قلابی از این مردم بازی نخورید. یک، و متوجه باشین که دین خدا، آخرت خدا بازیچی از این مردم نگردن. کسایی که فتاوای قلابی میدهن، این کسایی که با می فتاوا تغذیه میشون و میخورن و مینوشن و در تنعم و در ترفه اینا زندگی میکنن. اینا را متوجه باشین که با آخرتتان بازیچی از این مردم قرار ندید. بیدار شوید. و ما دعوت میکنیم این جاهلان رو، این بیچارگان رو، این مسکین ها رو، این دوچار شده ها به مذهب جهمی رو به صفحه خودمون در ایمو به انمین صفحه دعوت میکنیم. کدام روز که آماده شد بیاید و درونی مردم زیاده از چند صد نفر مردم گوش میکنند، همه کانال ها رو روشن میکنیم. قسم با الله، با حجتی شمشیر قرآن و سنت، اینا ما البته که کی بودنش و کی شدنش رو البته نشون میدیم و مذهب جهمیش رو سربریده خواهیم کرد. والقيل والقال